اگر از شما بخوایم به این نفر فکر بکنین که از نظر شما یک انسان بدی است، احتمالاً در ظرف چند ثانیه به ما به این جواب خواهد داد. شاید نفری که دروغ گفته، شاید اون نفری که خیانت کرده، یا شاید اون نفری که به کسی بی احترامی کرده. اما حالا اگر یک سوال دیگه از شما بکنم که به یکی از بزرگترین اشتباهات و بدی خود اشاره بکنین و بگوین، شاید اونقدر زود جواب دادن نتونین. شاید توجیه بازی را شروع کنین، شاید توضیح دادن را شروع کنین، شاید بگوین که شرایط ما فرق داشت، شاید بگوین که با جای ما تو می بودی چی می کردی. اینمی تفاوت کوچک یکی از جالبترین ویژگی های ذهن ما شماست. انسان ها یکی از موجوداتی هستند که به شکل عجیبه همزمان میتونه هم صادق باشن و هم خود فریب بدن. ما دعوا داریم، میگیم که ما آدمای منصفانه هستیم. تا چی وقت منصفانه هستیم؟ تا وقتی که پای ما در وسط داخل نباشه. وقتی در وسط پای ما داخل شد دیگه آرام آرام معیارها تغییر میکنه. این فقط یک احساس نیست. روانشناسا اینمی پدیده را بسیار پشت از این تحقیق کردن و یکی از شناخته ترین الگوهایی است که انسان ها در وقت موفقیت، وقتی یک حالت خوب رخ میده، تمام کردیت و پاداش میگیرن به خود میدن که از دست ما شده و من نمیبودم میتونه میشد. و وقتی یک عاقبت خراب میایه، وقتی ناکام میشن، میگن کلگی ملامت بود به جز من. و همزمان وقتی نفر از بیرون، نفر مقابل به همچو چیز رخ میشه، میگه کل چیز اگه کامیاب میشه، میگه کل چیز در خدمت از او بوده، کل چیز به خیر از او بوده. وقتی او ناکام میشه میگه اینمی شخصیت از او بود. بگویی برای خود ما وکیل مدافع باشیم و برای دیگه قاضی. به زندگی روزمره نگاه کنیم. او راننده ای که کمک دیر به مقصد خود میرسه، احتمالا او ترافیک بهانه میکنه. اما اگر دریور روبروی از او، موتر روبروی از که ساده کم احتیاط بکنه، به احتیاط حرکت بکنه، چون سر او هم ترافیک است، او نتیجه گیری میکنه که نه، ترافیک نیست، اما نفر پیش روی من بی مسئولیت است. همین قسم یک شاگرد است. یک شاگرد امتحان نمره خوب نمیگیره، شاید دو سوالای امتحان به خود بهانه بکنه که بگه امتحان سوالاش سخت، اما اونمو هم کلاسی از او اگر نمره خوبی نگیره میگه او خود تنبل است. شاید به این الگوها شما در روزمره قدر متوجه نشین، اما این بسیار رایج است. اندک شما فکرتان بگیرین خیلی به این متوجه میشین، حتی در خودتان. حالا بیاین وارد موضوع شیم. اشتباهات اخلاقی. در اشتباهات اخلاقی ذهن همچنان همین رقم مشابه رفتار انجام میده. اون نفری که از شراب و از سیگرت متنفر است، شاید به کسی که معتاد است و اعتیاد داره به تحقیر نگاه بکنه، اما در حالی که خودش شاید یک آدمی باشه که خشمش با آدمای دور و دورش بیشترین آسیب وارد بکنه. شخص دیگه شاید خیانت بد ببینه، اما دروغ گفتن از او اقدر به دوستا و نزدیکا و به فامیلایش ضربه زده باشه که دیگه هیچ کس به او اعتماد نمیکنه. همچنان نفر دیگه که از دزدی متنفر است، دزدی برش بسیار خطای بزرگ است. او شاید مرتکب شکستن قول باشه، شاید به او مسئولیت پذیری بزرگترین خطای درون وجودش باشه، به چیزی که او خودش خطا نمیبینه اونمو خطا در درون از او باشه. البته این مثالا به این معنا نیست که همه اشتباهات از نظر پیامد و از نظر شدت یکسان باشه. واضح است که بعضی رفتارها آسیب‌های شدیدتر وارد میکنه. هدف این نیست که کل خطاها را ما و شما یکسان بدانیم. گپ در این است که چطور ذهن ما و شما خطاهای خود به خطاهای خود بسیار نرم دل است، اما به خطاهای دیگه بسیار سختگیر و قیدگیر. روانشناسا به این موضوع بسیار یک جواب جالب دارند. انسان دائما در تلاش از این است که به خود یک تصویر مثبت بسازن و از اونمو تصویر، از اونمو هویت کل کارهای دیگه از یا سرچشمه بگیره. حالا اگه این تصویر تهدید شوه،
فوراً شروع میکنیم به توجیه از این تصویر، به دلیل آوردن به خاطر از این. به جایی که بپذیریم ما اشتباه کردیم، اونمو دلایل پیش خود پیش میاره. این سازوکار تا یک حد طبیعی است، چون اگه انسان دائما بگیره خود سرزنش بکنه زندگی بسیار سخت میشه. اما اگه اینمی سازوکار کنترل نشوه، دیگه ما مسئولیت اشتباهات خود نمیتونیم بپذیریم. فیلسوفا هم قرنها پیش به این گپ اشاره کرده. به بزرگترین خطر به انسان اشتباهات نگفته، اشتباه کلگی میکنه، انسان جایز الخطاست. اما بزرگترین خطر به انسان چی واقع شده میدونه که همیشه فکر کنه حق با او است. تاریخ هم شاید بوده که اکثر اختلاف ها، جنگ ها و ویرانگری ها از جای شروع شده که هر طرف مطمئن بوده حق با او بوده و او درست است و دیگرها اشتباه است. دو نفره که مقابل هم استاده، این تصور بکنید، نفر اول میگیره نفر دوم به خاطر اشتباهاتش مقصر میدانه و نفر دوم نفر اول به خاطر اشتباهاتش رو مقصر میدانه. هر دو فکر میکنه که طرف مقابل مشکل اصلی است، غافل از اینکه هر دوی از یا انسان هستند. هر دو نقاط قوت دارن، نقاط ضعف دارن و هر دویشان در درونشان بعضی چیزهای دارن، بعض جنگ‌های دارن که دیگه او را بینا نیستند. و شاید همیجاست که همدلی معنای پیدا میکنه. به معنای تایید رفتار اشتباه ما نیست. اگر کسی به دیگران صدمه زده باشه، باید مسئولیت از او را بپذیره. اما همدلی به این معنا است که پیش از اینکه بر بالای مردم برچسب بزنیم، باید پیش خود فکر بکنیم که انسان پیچیده تر از امو اشتباهات آشکارشان است. ما یک انسان به خاطر اشتباهات آشکار از او قضاوت میکنیم، غافل از این که اشتباه آشکار از او سرچشمه گرفته از جنگ های درون از او. همون قسمی که کل ما و شما دوست نداریم که روی بزرگترین اشتباهاتی که ما کردیم روی از اونمو ما شناخته شویم. اما قسم دیگرها هم دوست نداره، حقشان هم نیست که روی اونمو اشتباه بزرگی که یا انجام دادن شناخته شود. هر انسان درگیر نبردی است که ما و شما با او بینا نیستیم و غافل از او هستیم. یکی با ترس می جنگه، یکی با خشم می جنگه، با غرور، دیگه با حسادت و دیگه با احساس ناکافی بودن. بیرون زندگی انسان ها را می بینیم و ما درون زندگی از وارا نمی بینیم. و شاید اینمی نادیده بودن و نادیده گرفتن باشه که قضاوت برای ما و شما آسان می سازه و فهمیدن و متوجه شدن دشوار. شبکه‌های اجتماعی حالی گپ بسیار شدید در کردن. حالا ما و شما در خانه خود ششتگی، گرم و نرم، سرد و یخ، روی یک عکسی که میبینیم، روی یک ویدیوی چند ثانیه‌ای که میبینیم، نفر کلن برچسب میزه، درباره شخصیت از اون نتیجه گیری میکنه. یک عکس، یک ویدیو به خاطر قضاوت یک نفر کافی به نظر میرسه، اما واقعا کافی است که با یک ویدیو و با یک عکس زندگی مردم قضاوت بکنیم؟ احتمالاً نه. ما معمولاً بخش کوچک از داستان بینا هستیم و بقیه داستان با فرضیات خود هر رقم که دل ما خواست پر میکنیم. شاید مهمترین سوال این نباشه که انسان ها اشتباه میکنن یا نه. نفر مشخصه که من میخواین بارش بفهمم اشتباه میکنه یا نه، چون جواب از این روشن است. بله، ما انسان هستیم، اشتباه میکنیم. سوال مهمتر ای باشه که آیا به همون اندازه که من روی خطاهای دیگرها اساس هستم، روی خطا و اشتباه خودم اساس هستم یا نه. اما قدر که از دیگاه توقع صداقت دارم، از خودم توقع صداقت به اونمو اندازه در قبال اشتباهات و زندگی دیگرها دارم یا نه. شاید اینمیجه فروتنی به وجود بیاید، شاید اینمی خلایی که ما داریم اینمیجه جای فروتنی باشه. فروتنی به این معناست که تو قبول بکنی من هم اشتباه میکنم، ممکن است قضاوت من کامل نباشه، چون من یک حسه، یک توته زندگی کسی را میبینم. و چطور میتونم کل عمر از او را قضاوت بکنم، کل شخصیت از او را قضاوت بکنم؟ اینمی عادت تو را دقیقتر، منصفتر و در قبال مردم تو را بالغتر نشان بده. در نهایت شاید ما نتونیم قضاوت کردن استاپ بکنیم و توقفش بسازیم، اما یک کار ما میتونیم که پیش از هر قضاوت مکس بکنیم و سوال بکنیم آیا تمام حقیقت میفهمم؟ اگر من به جای از او میبودم
با همون شرایط، با همون تربیت، با همون فشار، با همون محیط، با همون خانواده قطعا این تصمیم میگرفتم یا نه؟ پاسخی سوال آسان نیست، اما شاید این سوال فاصله میان فروتنی و غرور از بین ببره و فروتنی بالایش غلبه بکنه. شاید ارزشمندترین چیزی که از این گفتگو ما و شما پیش خود ببریم و سیف کنیم و حکاکی کنیم پیش خود ای باشه که انسانها را نظر به اونمو لحظات بعد زندگیشون، لحظه بعد زندگیشون قضاوت نکنیم. همون قسمی که ما نمیخوایم بر اساس لحظات بعد زندگی ما قضاوت شه. بالا و پایینی ما هم داشتیم. کلگی میخواه روی بالایای زندگی شناخته شد، اما کلگی دیگرها را با همون پایینی های زندگیشون مشهور میسازه. روزی که متوجه شدیم که در حال قضاوت کردن زندگی دیگرها هستیم، چند لحظه مکث بکنیم و از خود سوال بپرسیم اگر تمام اشتباهات پنهان من به همون اندازه که پنهان است آشکار می بود به دیگرها، هنوزم من توقع و انتظار داشتم که دیگرها روی اشتباهات من، به اساس اشتباهات من همراه ما رفتار بکنن. پاسخ به این سوال نه تنها نگاه ما به دیگرها بلکه نگاه ما به خود ما را نیز تغییر بده.